برای داخل ویدیو مش ما در مورد نادرشاه خبر کنیم و ایشی که آقای بلوچان چه رابطه ای داشته و طی فتح هند بلوچان چه کمکی نادرشاهش کرده. نادرشاه اوایل کار و اصلا نلوته که شاه ببیده. آقای اول یک چه سرداران سپاه شاه طهماسب صفوی بوده و آقای جنگی کرده. آقای بعد ایشی که شورشان داخلی و خارجی شکستند و سرکوبش کنده، شاه طهماسب کنار جه و تیه به عنوان شاهنشاه ایران انتخاب کنده. نادرشاه بعد ایشی که تاجگذاری کنده خیلی چه قبایل داخل ایران گاهی مخالفت کنن، مثلا بلوچان یک چه قبایل که نادرشاه به رسمیت نشناسه. نادرشاه بعد تاجگذاری دوباره گویی قبایل هم جنگ دنده و آن شکسته. نادرشاه 2 سال بعد ایشی که تاجگذاری کنده قندهار رو فتح کن و بعد ایشی که آقای قندهار رو فتح کن به این فکر کپی که به سمت هند برو و لشکرکشی به هند هم داشته بیدین که طی این لشکرکشی بلوچان خیلی آقای کمک کنه. آقای افغانان چه کشور در کندیم و آقای قسمتان که تحت اشغال افغانان بودن دوباره به تصرف شاه طهماسب صفوی در یاری. عثمانیان شورش محمد خان بلوچ سرکوب کرد. بلوچان تا زمان شاهان صفوی خیلی شورشی نداشتن تا تاریخش و حال تا این زمان صفوی قدرت داشته و بلوچان کار خاصی انجامش نداشت. اما زمان که صفوی کم کم ضعیف بیته، بلوچان هم مثل سایر قبایل شروع به سرپیچی کنن و آنها نقش مهمی تا سقوط سلسله صفویه دارن. بعد ایشی که صفویه سقوط کنده بالاخره تا سپاه صفویه بلوچان حضور داشتن و فرمانده های بلوچ ما داشتن تیز لحظی چهی فرمانده ها همراه افغانان باین و گویان متحد باین. محمد خان بلوچ یک چهی فرمانده هانه که آیی بعدشی که صفویه ضعیف بیته و افغانان متحد بی و فرمانده ارتش افغان بی. محمد خان بلوچ همچنین به عنوان یک چه سفیران اشرف افغان به دربار عثمانی رو تنت قسطنطنیه و شی نشانه شیگین که افغانا محمد خانش قبول داشته، چون به هر حال وقتی یکی به عنوان فرستاده و دیم ده یعنی آی داری چه طرف تو خبر گرد. محمد خان آدم باهوش بود. آی زمانی که چه دربار قسطنطنیه برگردیده متوجه بی که افغانان خیلی نتونن داخل ایران حکومت بکنن و همین آیی دوباره رو سمت شاه طهماسب صفوی. شاه طهماسب وقتی که محمد خان گیندی چه آیی استقبال کرده آیی به حکومت کوهگیلویه منصوب کرده. محمد خان تو جنگ های شاه طهماسب آیی کمک کرده و محمد خان تو جنگ های همدان و ایروان شاه طهماسب کمک کرد و همراه آیی جنگیده. اما خب تلتی چه ای جنگ ها محمد خان باعث بی که سپاه شاه طهماسب خسارت بگیندیده. مثلا تو جریان فتح بغداد آی باعث بی که سپاه نادر آسیب بگیندید. اما خب نادر تا همه زمانه که سردار اصلی شاه طهماسب بوده و اگر شاه نبوده محمد خان خیلی احترام کرده و گاهی به خوبی رفتار کرد. بعدشی که نادر کشور متحد کنده سعی کرد که شاه طهماسب چه پادشاهی خلق بکنه و بعد به عنوان پادشاه ایران اعلام کرد. محمد خان تهنکان نبوده. آی حمایت مردم جنوب داشته، یعنی عربای اهواز و مردم بلوچ و در کل جنوب منطقه ایران محمد خان متحد باید. محمد خان وقتا چه نادر کمتر نزانده و آی گوبت ای فکر کنده که اگه نادر تو نادر شاه ببی من تو انو محمد شاه ببینم. نادر یه نامه با آی نویسی و با آی توصیه کردین که چه جنگ دست بر بداری و آی ته جواب نامه نادر گوشی که تو فقیر بوده و کلن خانواده تو 230 تا گشتر نه و تی وضعیت تو ادعای سلطنت داره و صفویه چه قدرت کشی کنار
اگه تو توانی ادعای پادشاهی بکنی نفع من به چی؟ وقتی که 80,000 خانوار بلوچ گومه متحدن و گو مردم جنوب هم کلن اتحاد دارون ادعای پادشاهی میکنن. زمانی که محمد خان بلوچ شورش کنته علیه نادر شاه مشغول جنگ و عثمانیانه تا یه بر دیگه آیانش خاک ایران در بکن. و همین آیت آل لحظه نتون به سمت محمد خان بلوچ بیده و این کار هیلی پا بعد. اما زمانی که درگیری نادر شاه و عثمانی تمام بیده آی به سمت محمد خان بلوچ یده و سپاه محمد خان و نادر شاه که دو گنبدان به همدیگر رسه و محمد خان بلوچ کو 3000 کشته شکست و به سمت شیراز فرار کرد. آی به کیش روته و نزد شیخ احمد مدنی پناهنده بی. اما تو که میشما بگه نادر کو مردم جنوب متحد بوده به همین مردم جنوب آی کمک کنه. اما تو که میشما بگه محمد خان کو مردم بلوچ متحد بوده و مردم بلوچ طبیعتا آی کمک کنه. اما خب نادر ویلکن آی نبی آی لحتی کشتی چه انگلیسیان و هلندیان قرض کنته و جزیره کیش محاصره کرد. محمد خان بلوچ نهایت مجبور که تسلیم بیده آی زنجیر جنن و به اصفهان بره. ته اصفهان نادر شاه دستور دهند که آی کور بکنن و آی بعد سروش موری. حقیقت ایشی این که نادر شاه همیشه این عقیده داشته که تا زمانی که محمد خان بلوچ زندگی نتونده که حمایت کل جنوب کشور به دست بیاری، چرا که آیا به هر حال محمد خان بلوچ پادشاه زانه و نادر شاه رسمیت نشناست و آی گویی وضعیت نتونده حاکم کل ایران بزانه. نادر شاه همیشه لوته ای که افغانان هم چه ایران در بکن و هم یه کاری بکنه که آیان دیگه هیچ موقع بیر نگرده و افغانان به هند پناهنده باید راه هندن چه بلوچستان بود و نادر شاه آدم با سیاستی بوده همیشه آی مردم بلوچ و احترام رفتاری کرده. نادر شاه زمانی که به بلوچستان حمله کرده به هر حال درگیری و جنگ بدون خشونت نبید. اما خب آی بعدشی که ارتش بلوچان شکستند حتی وقتی که زانت آیان قبلا تسلیم نبودگه آیان بدون مجازات بخشیدیم و اجازه دادن که همچنان با عنوان مثل سران و پادشاهان بلوچستان بمانند قدرت. فقط وقتی شرط که آیه با عنوان حاکم ایران قبول میکنه. تنها شرط نادر به بلوچان همیشه بوده و هیچ موقع به خاطر انتقام به بلوچان حمله ای نکرده. ادامه نلوده که نادر شاه طرفداری بکنه. بالاخره نادر شاه به سمت بلوچستان حمله کرده و بلوچان تا این درگیری کشک بوده، افراد چه سپاه نادرن کشک بوده. اما خبر مایشی این که زمانی که نادر شاه ارتش بلوچستان شکست داده فرمانده ارتشی نکشته و بلکه آیگ دوباره سر همین حکومت بلوچستان هشته و گشته که تو حاکم بلوچستان طرف من. فقط تنها شرطیشی این که من به عنوان پادشاه قبول بکنم. 800 نفر چه اطرافیان اشرف افغان همه تو که موقع به هند پناهنده بند. نادر شاه چند بار نامه نویسی به حاکم هند که ایشان دیم بده به من، دستگیرش بکنم و دیمش بده به من. اما خب پادشاه هند توجهی به خبر نادر شاه نکنده. پس چی این که آیان نادر شاه دست کم گرفته؟ به هر حال گورکانیان مزنی حکومتی بودن، ثروت داشتن، پول داشتن، قدرت داشتن، سرباز داشتن، ارتش آیان تجهیزات زیادی داشته، فیل داشتن و ته زمان فقط اول قدرتی بوده. آیا اینکه وقتش مزن زانته که فکرش نکرده نادر شاه بتون هند فتح بود. حتی یه ترکو گوشک بی که نادر شاه وقتا هیچ موقع فکری نکرده بتون هند فتح بکنده. اما آیا وقت کمک بلوچان و تاکتیکای نظامی که داشته نهایتا تو انتن که هند فتح بود. با اینکه ارتش هند همین لحاظ تعداد و همین لحاظ تجهیزات خیلی ارتش نادر شاه سرتر بوده. زمانی که نادر شاه به عنوان یک سرداران شاه تحمل صفوی در حال جنگ بوده، ده بلوچستان
میر عبدالله خان قدرت داشته و کل بلوچستان تحت تسلط آی بوده. آی ته سال 1731 میلادی کشک بیده. بعدشی که میر عبدالله خان کشک بیده بلوچستان دچار تفرقه و جنگ داخلی بیده. بلوچستان غربی چه حکومت بلوچستان شرقی جدا بیده، ادعای استقلال کنده و وارثان میر عبدالله خان نتونه که حکومت بلوچستان دوباره متحد بکنه. نسترین زرگ میر عبدالله خان یعنی میر محبت خان بلوچ جانشین میر عبدالله خان بیده، اما آی خیلی لیاقت نداشته و نتونده که بلوچان متحد بکنه. میر محبت خان بسیاری چه از سرزمینانی که میر عبدالله خان تصرف کرده چه دست دنده. مردم بلوچ ایشی که زانه که میر محبت خان حکومتداری بلد نهی و همه گروه چه قبایل بلوچ به رهبری میر لشکری رئیسانی گو میر التاس خان که هورترین زرگ میر عبدالله خانه خبر کنه و میر محبت خان به عنوان حاکم کلات به رسمیت نزانه و به جای آی میر التاس خانه حاکم کلات کنه. آیا میر محبت خانه به جهلاوان دیم ده. بعدیشی که میر التاس خان به حکومت کلات رسیده سرداران تصمیمات آی دخالت کنه و نیدن که آی قدرت به دست بگیرده. میر التاس خان هم به خاطر ایشی که بتونه قدرت سرداران رو کم بکنه و تی براسه دوباره به کلات برگردین و اجازه دن که ته کلات ساکن ببین. ایشی باعث بیدن که متحدان که میر التاس خان داشتن میر لشکری رئیسانی که قبلا علیه میر محبت خان شورشش کرده گد گاهی دشمن ببین و دیگه چه آیی حمایت مکن. ته همین زمانی که نادرشاه قندهار تصرف کرده و یه ارتشی به بلوچستان دیم دهنده تا بلوچستان هم تحت فرمان و در بیاریده. اولی ارتشی که نادرشاه دیم ده موفق بی که ته چند تا جنگ بلوچان شکست بدهنده، اما خب بلوچان آی که نهایتا شکست دهیم و جنرال لطفعلی که فرمانده ای لشکرین ته جنگ کشک بید. نادرشاه بعد این شکست پیر محمد خان بیگلر بیگ گو 12,000 سرباز ته سال 1737 میلادی یعنی یه سال بعدشی که آی اعلان پادشاهی کرده به بلوچستان دیم دهنده تا محبت خان و الیاس خان که زهگا میر عبدالله خانه شکست بدهنده و بعد ته قندهار به نادرشاه ملحق ببید. امیر محبت خان با 3,000 نیرو و پیر محمد خان وارد جنگ بیده. پیر محمد خان که هم لحاظ نیرو چه امیر محمد خان گشتره و هم فرمانده خیلی قدرتمندیه ته ای جنگ امیر محمد خان شکست دهنده. محمد خان وقتی که شکست وارده عقب نشینی کن و به سمت کلات و تیبراس روده. پیر محمد خان آیان تعقیب کنده و دوباره آیان شکست دهنده. این شکستان باعث بیان که الیاس خان و محبت خان و تسلیم نادرشاه بکنن و به قندهار برن. اما خب به چیه بلوچان شکست برن؟ اما تو که میش موقع بلوچستان بعد مرگ میر عبدالله خان دچار جنگ داخلی بید. بلوچستان شرقی که کلا جدا بی بلوچستان غربی که اعلام حکومت مستقل کرده و مثل زمان میر عبدالله خان ما دیگه یه حکومت واحدی نداریم. محبت خان که فرمانده خیلی قوی نه و اصلا نتون به جنگ بدنده. الیاس خان هم که اما تو که ما گوه ارترین زرگ میر عبدالله خانه حامی خاصی نداری. مستری حامی آی میر لشکری رئیسانی که بعدشی که آی بهت براس بکشیده الیاس خان ترک و دیگه چه آی حمایت نکنده. و همین میر الیاس خان هم ارتش قوی نداشته که نادرشاه جنگ بدن. ته همین زمانی که میر محبت خان به سمت نادرشاه رو
و به نادرشاه گوشی که آی هورترین براست یعنی میر الیاس خان تاج و تختی که میر محبت خان پزور پش گرفته و حاکم اصلی کلات و بلوچستان میر محبت خانه نه میر الیاس خان. که نادرشاه لوتی که میر الیاس خانه که حکومت کلات برکنار بکن و آی که به عنوان حاکم بلوچستان منصوب بکنده. نادرشاه وقتی که گیندی میر محبت خان آدمی که راحت تر تون کنترلی بکنده خبر آگه گوشته و میر محبت خان به عنوان حاکم بلوچستان منصوب کرد. محبت خان که زانته تا زمانی که الیاس خان کلاته خیلی کسی هایی که به عنوان حاکم کلات قبول نکرده چه نادرشاه لوتی که الیاس خان و آی آدیگه براست یعنی میر نصیر خان و ماسا یعنی میر مریم به همراه چند تا سردارانی که با آیان وفادارن و میر محبت خانه به عنوان حاکم کلات به رسمیت نزانه به عنوان گروگانت دربار وقت بداری